اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع امروز ما چپن مکتب است. امروز چپن مکتب برایتان چیز کردیم، خطکشی کردیم و تشریح میکنم. وجودي بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا مرتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوات إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم صدیقه بنت حمید الله که از شاگردان کورس باران رحمت هستم که بسیار در اینجا ما مدت 5 ماه میشه که آمدیم و فعلا ما خودم 1.5 ماه میشه که در اینجا اشتراک کردیم. بر ما بسیار بهبود واقع شده، به خاطر که وقتی که ما اینجا آمدیم میخواستیم که به خاطر رشد جامعه و هم به خاطر نمیخواد که یک کمک از خودم ما اقتصاد ما هم خوب شوه و هم یک چیز را یاد بگیریم به خاطر که برای آینده یا به کشور ما مصدر خدمت شویم. ما مدت 1.5 ماه میشه که اینجا ما خودم آمدیم و بسیار خوشحال هستم از کورس باران رحمت که بسیار همراه ما کوشش میکنه، معلمان بسیار دلسوز تا حد امکان بر ما تشریح میکنه تا که خودمون بفهمیم و از مدیر صاحب بسیار تشکر میکنیم که وقتی ما هر مشکل را داشتیم برشون وقتی که بگوییم بر ما خودشان یا حتی مدیره صاحب و خودشان بر ما کوشش میکنه که حل کنه و از این ما میخوایم که امیال ما بسیار چیزا را از کورس باران رحمت آموختیم. خودمون میتونیم که لباسای خود و حتی کس که بر ما بیاره بدوزیم. از شما ما این تقاضا را داریم که شما برای رشد کورس باران رحمت میخوایم که اتو چیز ماشینا ورلاک زیگزار یا هم ماشینا بر ما داشته باشیم که تا بتونیم که کار ما بمو بهبودش دیگه بره که خودمون هر چقدر هر دیزاینی که بر ما بیایم ما خودمون میتونیم که لباسای رقم بدوزیم و از شما میخوایم که بسیار رشد کنه و کس از ما باشه که بخره، به خاطر که ما میخوایم که خوب برای خود ما واقع شوه یا کدام امی زحمات را که کشیدیم بخوایم که نتیجه شو ببینیم. از ما می کوشش داریم که امی خواست داریم که بر ما میز چوکی از اینمی بسیار یک ذره پیشرفت کنه کورس. ما میخوایم که در کلاهای بلند برسیم تا به جهان ما میخوایم که معرفی شویم و هر لباس هر دیزاینی که بیاید ان شاء الله ما میتونیم که دختر بتونیم یا میتونیم دختر بتونیم و اینجا نام خدا بسیار شاگردای فعال هم هست که هر دختر که بیای برشان دختر میتونیم و اینمی بر ما اینمی مشکل ماست که تکه اینجا وجود نداره که ما می چند روز که میایم در تخته سعی که ما خطکشی را میگیریم تکه وجود نداره که ما امروز تکه بدوزیم. این روزای 1-2 ساعت که ما اینجا میایم به خوبی تیر شوه. به خاطر از اینی کمک مشکل است که شما خواست داریم که بر کورس ما یک ذره کوشش شما کنید که کمک شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه د ګل محمود لور د سلور میاشتې کېږي کورس شروع شوی د باران رحمت، خو ما فی الحال 2 میاشتې کېږي چې راځم ما ډېر شیان زده کړي دي. موږ دلته ډېر د کالو ګنډل هم زده کړي، قنچکاري هر څه هم زده کړي دي، خو موږ اوس فی الحال تکې ته اړتیا لرو. موږ تکه نه لرو، زموږ زیاتره شاګردان نه راځي د تکې له امله ځکه تکه نشته. زیاتره کور کې نه زموږ خطکشي باندې څنګه تناقض شو و تکه خطکشي او خانه خطکشي شي بل خانه موږ ته تکه قنچکاري شي چې موږ قرباني یاد کو او موږ اوس ډېر شیان زده کړي دي. باید زموږ د هغه ته لږ فکر وشي. اوس موږ ډول شیان زده کړي لکه ریحان کمیسونه، پنجابي اوریب او داسې نور شیان موږ هم زده کړي دي. اوس موږ ډېر اوس اتو ته اړتیا لرو، ماشین ته اړتیا لرو او داسې نور شیان ته اړتیا لرو. موږ شیان باید پوره شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم وفا است، یک تن استادای کورس باران رحمت و ما مدت 1.5 الی 2 ماه میشه که در اینجا وظیفه دارم و خیاطی را یاد میتونم به شاگردایم. ماشاءالله بسیار دخترای با استعداد هستند و میخوایم از این خواهشم از کسایی که مسئول است، خواهشم از اینا می است که بر از اینا از قبیل
تار، تکه، قیچی، اتو و چیزایی که وسایل خیاطی که ضرورت است برای اینا بانده بسازه. ماشاءالله بسیار دخترای با استعداد هستن، میتونن. و این نمونه هایی رو که میبینید شاگردایم جور کرده. این پیران که است چیسته، پیران پلیتیسته گرد، این هم شاگردایم جور کرده. و او دیگه کس پیران پرکدار است که یک پرک داره و او دیگه هم کس پیران ریحان میگن، پرکدار است 3 پرک داره و او دیگه هم پنجابی است. و اینا در مدت 3 الی 4 ماه که اینجا کار کردن، ماشاءالله یگان شاگردای است که 1 ماه اینجا کار میکردن، بسیار خوب خیاطی میکنن و اینا هم نمونه دستوزی از ایناست. و ما میخواهیم کمی چیزایی را که میدوزیم در بازار وقت عرضه میکنیم بخرن، چون اقتصاد مردم ما ضعیف است. بسیاریش مثال چیستن، کسایی هستن که بیوه هستن، یتیمدار هستن و کوشش میکنن که یک روزی حلال، نفقه حلال به دست بیارن. و خواهش ما امیست که به زینامی وسایل خیاطی آماده شوه، که ماشین اولا کم باشه، زیگزال باشه و ماشین های برقی اگه باشه خوبتر میشه. و ماشاءالله میتونیم مثال از قبیل ایجاب، کالایی که در بازار عرضه میکنیم، ایجاب است، کالای طفلانه است، زنانه است، دخترانه، هر رقم ماشاءالله میتونن که چیز کنن. و فعلا هم تکه ندارن اینا، صرف هم قیچی که چیز میکنم، خط کشی میکنم و در کاغذ برشان قیچی میکنم. دیگه خواهش ما نیست که تکه باشه که برشان میتونم راسن قیچی کنن، بدوزن. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم مرویلا و یک مدیر مسئول کورس خیاطی باران رحمت می باشم و تشکری میکنم از تیم باران رحمت که همیشه آماده در اینجا از مشکلات ما آگاه بوده و تشکری میکنم از اینکه وقتی پایه های ماشین برای ما مساعد نمودینک و ما میخواهیم که شاگردایی که و بانوایی که در اینجا همی کارشان فعالیت داره و در ذهن و فکرشان چیزی که هست و در جهان یعنی یک رول مهم برشان داشته باشد و نیم جامعه جهان فعلا زن تشخیص میده و میخواهیم که از همی بانوانی که در اینجا هستن از همی شخصیت یا چیزی که در ذهن و فکرشان است استفاده کنیم و حال میخواهیم که بانوایی که در اینجا حضور دارن از این فعالیتی که در ذهن و فکر و در سویشان است از او استفاده کنیم و شما توقع ایره داریم که در پالیسی که به ما مساعد کردیم که ماشین چطور به دسترس داشته باشیم و میخواهیم که بیرون از مملکت یک بازاری بر ما تهیه نموده که ما کالایی که جور میکنیم در اونجا به فروش رسانده شود و از دیزاین های مختلف که در افغانستان استفاده میشه در خارج ما عرضه شود و هر قسم دیزاینی که باشه نام خدا و بانوان ما که هستند پیشرفته و فعال هستند ما به شما آماده کردن میتونیم و تشکری بسیار زیاد داریم که از تیم باران رحمت که همیشه در مقابل ما بوده و تیم باران رحمت یک زمینی متفاوت در این قریه به وجود آورده. بسیار زیاد تشکر.